سلام. در این ویدیو قصد داریم دو تا از لوپ های پرفروش شرکت RF4 یعنی RF 7050 TVP و RF 6565 TVP رو با هم دیگه مقایسه کنیم. تا آخر این ویدیو با ما همراه باشین. اول میریم سراغ لوپ RF 7050 TVP. لوپ RF 7050 TVP دو تا چشمی داره که 10x22 هستن. جنس بدنش از کامپوزیت هست، یه پایه بیتری داره و یه لامپ 144 LED. سری جدید این لوپ ها دیگه آداپتور نیاز نداره برای لامپ، USB میخوره، یعنی ما میتونیم با یه شارژر روشنش کنیم. لامپاشون هم کیفیت خیلی خوبی دارن. همینطور که از اسمش مشخصه RF 7050 50x زومشه، یعنی از 7 دهم تا 5 برابر ما میتونیم زوم کنیم. تقریبا میشه گفت تمام مشخصاتشو ما گفتیم. در این ویدیو ما داریم از دوربین سانشاین M11 استفاده میکنیم که کیفیتش 48 مگاپیکسل. LCD مونم که یه LCD خیلی معمولی هست و کیفیتش آنچنان بالا نیست. خب بریم واسه معرفی لوپ RF 6565 TVP. RF 6565 TVP چشمیاش بازم 10x22 هست. این قسمت از چشمیا به هم نزدیک میشن و دور میشن. این داخل 7050 هم بود که ما نگفته بودیم. جنس بدنش مثل 7050 کامپوزیت، پایه هاش دقیقا مثل 7050 بیتری هست. دوستان مهمترین تفاوت لوپ 7050 با 6565 زومشونه که ما میخوام داخل این ویدیو زومشو به شما نشون میدیم. اول میایم زوم 7050 رو با هم دیگه میبینیم. آیفون 7 داریم که میخوایم روی یکی از قطعاتش زوم کنیم. اینجا ما دو تا پوینت داریم که میخوایم زوم کنیم، ببینید چقدر زوم. داخل این تصویر ما داریم نهایت زوم لوپ 7050 رو میبینیم و حالا میخوایم زیر لوپ 6565 هم از همین نقطه یه تصویر بگیریم. خب زوم 7050 رو دیدیم و الان زوم 6565. این هم تصویر نهایت زوم لوپ 65X RF. به خاطر همسانساز نیمی که زیر دوربین وصله، تصویری که داخل مانیتور میبینیم وایدش تقریبا نصف تصویری است که داخل چشم میبینیم. همه لوپ های 50X داخل بازار همین کیفیت و همین مقدار زوم دارن و همه لوپ های 65X هم به همین صورت. حالا نسبت به تفاوت قیمت حدوداً 4 تا 5 میلیونی بین زوم 50X و 65X شما کدوم انتخاب میکنید؟ اینو داخل کامنت برای ما بنویسید. ممنونم که تا آخر ویدیو با ما همراه بودین. منتظر ویدیوهای بعدی ما هم باشید.